انفجار دیشب از حبیبه هم قربانی گرفت. او در انتحاری شب گذشته یک چشم خود را از دست داده است. مریم نیز از شدت زخم ناله و فریاد می کند. پدر مریم نیز تا کنون لادرک است. خمیر میکردم، خمیرم جمع کردم، جای نماز آورد کردیم که نماز کردم بخوانیم. موکلانش رفت مواجه که آدم روی خانه ششته بود که مادر زیر گرفت رفت از تاکم بالا شد در خانه بخاری دارد که گرم شد نه مسکین نمازم مرو دریای لچ سر لچ برام خون از بار دیگه نه موسی برمون نه شیشمون هیچ چیز برمون نمون دیگه که ساین یکی میگفتی دود از آسمان باریده فقط دوتای تایی یک چیز بارده میشه میبودم نزدیک کنم کم از قبرگاه خانه ما شیشا کرده سر ماره خودم 4 تا بر دخترم شوهرم 4 تا 6 تا بر منمای سر خوشوی کل ما اینا کم تو زخمی است دخترک کلوشا باشته دخترک هم سر مج مکسر کرده چه تشان بست ترکای دیگه ما رخصت که دیگه استر ایمن فضلی یکی از زخمیان دیگر حادثه شب گذشته است. دیشب ساعت اول جمعه شروع به جزا خانه رکت مسخره که بالای خلای زمان خان در خانه کست و یرواش میدان اویست ساعت اول جدید دیشب که من رسیدم که یک دمپر بود و اینک فرلای سراچه بود در سر امی دمپر جیلوس طرف کمپ خارجی است که طرف اگر دیده باشیم و اینی طرف خود نزدیک کرد نزدیک کرد ما برش باشنامم گفتم که چرا کمی دریور هستی تو که همیشه قبل درست تایید نمی‌کنید همین طرف از این بغل از این ما تیر شد همراه ما باسکیل بود از پیششان ما مسافه 15 متر یا 20 متر داشت شما که یک بالاییم که گرمباز شد گرمباز باسکیل از زیر پای من طرف که افتیدم علاقه کردم امی چرا آسمان بدنی نفتاد نفتاد ما طرف خانه دوشت کردم. اینجا کمپ گرین ویلیج است. ساحه‌ای که دیشب در اینجا حوالی ساعت 7 شب مورد حمله موتربم قرار گرفت. به گفته وزارت داخله تاکنون 4 تن در این رویداد جان باختند و 113 تن دیگر زخمی اند. مسئولیت این رویداد را طالبان مسلح به عهده گرفتند.